رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه با امضای قرارهای خاصه ورود ماشین‌های مسافرکش و بارکش را از سمت ولایت سوخت به پایتخت را منع کرد. در این باره جمشید عالمزاده سخنگوی رئیس شهر دوشنبه اطلاع داد. طبق قرار رئیس شهر دوشنبه از روز 21 اکتبر سال 2022 تمام ماشین‌های مسافربر که از سمت ولایت سوخت می‌آیند در ترمینال نوبنیاد چهارباغ توقف می‌کنند و همین طور از این ترمینال مسافر گرفته به سمت ولایت سوخت می‌برند. ترمینال مذکور در درآمدگاه شمال پایتخت بنیاد گردیده است. قبلا ماشین‌های مسافربر سمت ولایت سوخت با مسافران خود وارد شهر گردیده در اکثر حالت مسافران خویش را تا به منزل می‌رسانیدند. هنگام بازگشت آنها از ترمینال مرام واقع در نزدیکی کارخانه سیمنت تاجیک مسافر می‌گرفتند. این مقررات به ماشین‌های کلان حجم نیز داخل دارد و من بعد آنها نیز نمی‌توانند وارد دوشنبه گردند. سبب اقدام مذکور را جمشید عالمزاده کم کردن تنبشوی ماشین‌ها در درآمدگاه دوشنبه نامید. طبق قرار نوی رئیس شهر دوشنبه همچنین نقطه آخر خط‌سیرهای میکرواتوبوس رقم 52 رقم 19 و خط‌سیرهای اتوبوس رقم 3 رقم 29 و رقم 41 از ترمینال مرام به ترمینال چهارباغ عوض کرده شده است. در رابطه به این شهرداری دوشنبه از ساکنان و مهمانان پایتخت اینچنین رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافربر سمت نویه ورزاب و شهر و نویه‌های ولایت سوخت خواهش می‌کنند که من بعد از خدمت رسانی ترمینال چهارباغ استفاده نمایند.